سلام به همراهان همیشگی شرکت محوطه سازی چینود. پروژه‌ای که مشاهده می‌کنید پروژه شرکت وزین پرشیا هست که حدود 1.5 ماه به طول انجامید. در این پروژه از بهترین متریال‌ها استفاده شده. چمن مصنوعی دارای یووی هست و بهترین برند. همچنین آبنما از جنس گالوانیزه به صورت سفارشی و رنگ کوره‌ای استفاده شده. ترمووود پروژه از جنس ترک هست و فلاور باکس ها تماما سفارشی به سایز دلخواه ساخته شده. اتاقکی که میبینید از جنس ورق سایدینگ هست که از برند وینوپلاستیک استفاده کردیم و تیم حرفه‌ای سایه‌سازان پلیمر این اتاقک ها رو ساختن. جهت مشاوره یا ثبت سفارش با شماره که مشاهده میکنید تماس حاصل فرمایید.